منطق قرآن در مورد توسل. تو دائما میگی که آقا فقط دعا مخصوص خداست، فقط خدا رو باید بالاستقلال بالذات بدون واسطه رفت در خونش، به هیچ کس دیگه نباید رو زد. چی گفتن همچین فرهنگی رو؟ قرآن همچین فرهنگی نداره. قرآن چی میفرماید؟ سوره حضرت یوسف آیش رو عرض کردیم که یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. فقط تیتوار بگذارم از آیاتی که در جلسه قبل عرض شد، آیاتی که نگفته ایم رو الان قرائت کنیم. یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. برادران حضرت یوسف واسطه قرار دادن پدر بزرگوار خودشون حضرت یعقوب رو، واسطه قرار دادن، دعا کردن، درخواست کردن، در خونه پدر رفتند. جناب حجت الاسلام، بله، دعا عبادت است و عبادت مخصوص الله متعال است. پس باید الله متعال را بالاستقلال بالذات خواند و نباید جز او به دیگری روی آورد و این منطق قرآن است. اگر شما از قرآن آگاهی می داشتید این امر برایتان واضح و روشن می بود. الله متعال می فرماید وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. بیشک آنان که از عبادت من سرکشی می کنند به زودی خار و سرفکنده وارد دوزخ خواهند شد. کلینی در الکافی جلد 2 صفحه 641 کتاب الدعا و حر عاملی در وسایل الشیعه جلد 7 صفحه 22 شماره روایت 8599 از امام باقر رحمه الله روایت می کنند که در تفسیر این آیه فرمودند هو الدعا، یعنی مراد از عبادتی در این آیه دعا است و می فرماید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگانم از تو درباره من بپرسند بدانند که من نزدیکم و درخواست دعا کننده را بدانگاه که مرا میخواند اجابت میکنم. پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند. میتوان برای تقرب به الله متعال به وسایلی متوسل شد که خداوند متعال در قرآن کریم و پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنت صحیح صراحتاً بیان فرمودند، مانند توسل به نامها و صفات نیک الله متعال، توسل انسان به اعمال نیک خیش و توسل به دعای انسان صالحی که زنده است. و آیه‌ای که این آخوند به آن استدلال می کند جزء قسمت سوم است، یعنی توسل به دعای انسان صالح در حیاتش که منعی بران نیست، اما این آقایان خلط مطلب نموده و مسائل را وارونه به خورد مردم می دهند. افراد صالح از قبیل انبیا و ائمه بعد از فوت هرگز نمی توانند وسیله قرار گیرند، زیرا این توسل زمانی مفید خواهد بود که اولا ندای ما به آن شخص برسد و ثانیاً قادر به اجابت کردن آن باشد و هر دو مورد مذکور غیر ممکن است، زیرا الله متعال می فرماید ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. و کیست گمراهتر از شخصی که کسانی جز الله را به فریاد می‌خواند که تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمی‌گویند و آنان یعنی معبودان باطل از دعا و درخواست ایشان بیخبرند.
و هنگامی که مردم برانگیخته میشوند معبودان باطل دشمن ایشان خواهند بود و منکر عبادت اینها خواهند گشت. و اگر گفته شود شهدا به تعبیر قرآن زنده اند، پس میتوان به آنان توسل جست، خواهیم گفت طبق فرموده قرآن زندگی شهدا در عالم برزخ است و نه در دنیای ما. به همین سبب آنان را دفن می‌کنیم و مالشان ارث برده می‌شود و همسرانشان اجازه ازدواج با دیگران را دارند، در حالی که اگر زنده بودن آنها نزد پروردگار به مانند زندگی آنان در دنیا می بود، نباید هیچ یک از امور فوق اتفاق می افتاد و دفن کردن شهید به مانند زنده به گور کردن آن بود. و به فرموده قرآن کریم به فرض اینکه مردگان صدای ما را بشنوند، باز هم نمی توانستند خواسته های ما را اجابت کنند و این طلب کردن و امید اجابت داشتن را شرک می داند. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. و آنان که جز الله به فریاد می‌خوانید مالک پوست نازک هسته خرما نیز نیستند. اگر آنان را بخوانید دعا و خواسته شما را نمیشنوند و اگر بشنوند پاسختان را نمیدهند و روز قیامت شرک شما را انکار میکنند و هیچ کس مانند پروردگار دانا تو را از حقایق و فرجام امور با خبر نمیسازد. بینندگان محترم، به کتاب نهج البلاغه خطبه شماره 109 و کتاب الصحیفة السجادیه دعای شماره 20 مراجعه نمایید. در میابید که امام علی رضی الله عنه و امام زین العابدین رحمه الله در توسلات خیش فقط به اسماء الله و به اعمال صالح متوسل می شدند و در دعاهای خیش جز الله متعال کسی را نمی خواستند.